بچه من یه آزمایشی انجام دادم روی دانش آموزای خودم به مدت 1.5 سال بدون اینکه اونا بدونن و اصلا روحشون خبر داشته باشه و این نتیجه این آزمایش رو میخوام به شما اعلام کنم. البته نور RGB رو به نظرم روشن کنم خوشگل‌تر میشم. آفرین قشنگ‌تر شد نه؟ 1.5 سال بچه‌ها رو داشتم بهشون یه جمله غلط میگفتم. میرفتم سر کلاس مثلا کتاب برمی داشتم میگفتم which page we are و کسی نمیگفت آقا چرا which page we are. اصلا علیرغم اینکه اومده بودم گرامر رو درس دادم و کلا اومده بودم فرم پرسشی سوالا رو به بچه‌ها یاد داده بودم خیلی روتین طبق گرامر. بعد از 1.5 سال هیچ کس به من نگفت که چرا داری میگی which page we are و به قول گفتنی هیچ وقت هیچ کسی نمیگفت. یه روز تصمیم گرفتم این آزمایش رو تموم کنم. 1.5 سال گذشته میخوام ببینم نتیجهش چیه. اومدم و دقیقاً هفته پیش بود اومدم و به بچه‌ها گفتم which page are we on. یهو همینجوری شد ها چرا این داره میگه which page are we on. همه گارد گرفتن. مثلا میدم کسرا اونور میگفت آقا which page we are. امیر حسین میگفت آقا which page are we on غلطه شما داری اشتباه میگی. بعد رفتم پا تخته ساختار کشیدم گفتم بابا اینه اصلا which page شما سر کار بودید 1.5 سال. برگشتم من گفتن نه which page we are هستش و تو داری مثلا اشتباه میگی ما میریم برات پیدا میکنیم تو اینترنت. یعنی اینقدر گارد گرفته بودم. حالا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما بچه‌ها هر چقدر گرامر بهتون مثلا دیگه من این مدل گرامری درس دادن رو خیلی دوست ندارم واقعیت. همون شادوینگ تکنیک رو میخوام بگم چون میره تو سطح ناخودآگاهتون. گرامر به جاش نمیگم درس نمیدم چرا درس میدم به موقعش ولی در حدی که فقط بدونید در حد همین. چرا؟ چون توی مکالمه شما از سطح ناخودآگاهتون به نظر من استفاده میکنید بیشتر تا بخواید بیاید مثلا اینا رو جابجا کنید و بخواید جمله سازی کنید به قولی گفتنی. خب چه کاریه وقتی میتونید از ناخودآگاه استفاده کنید. مثلا الان آقا دیگه نتیجه آزمایش خودمه دیگه و برای غریبه هم که نیست. پس نتیجه میگیرم که میخوام بهتون با شادوینگ تکنیک بیشتر یاد بدم. توی پارت های بعدی که براتون خواهم گذاشت توی کانال یوتیوبم ازتون میخوام شادو بزنید با من و شادو زدن هاتون هم بچه‌ها اینجوری هستش. شادو اگه کسایی هستن که نمیدونن چی هستش میتونید برید توی ویدیو شورت من که براتون میذارم لینکش هم ببینید شادو این تکنیک چی هست. شادو این تکنیک یعنی همون به قول گفتن که خلاصه میگم اینجا تکنیک سایه زدنه. یعنی بلافاصله که من میگم شما بعدش تکرار میکنید. ولی من پیشنهادم یه مدل دیگه از شادوینگ تکنیکه که با 3 تا سرعت متفاوت انجام میشه برای اینکه 3 بار تکرار شه و شما بتونید بعد از من به قول گفتنی به اون درجه استادی برسید. اصلا اسم دوره‌مو میخوام بذارم از مبتدی تا استاد و این که یعنی اون قسمت اول باید اسلو باشه یعنی کمتر از اون سرعت طبیعی که شما مکالمه میکنید. بار دوم باید با سرعت طبیعی مکالمه باشه. بار سوم اسمشو گذاشتم سرعت عدل. انقدر سریع صحبت میکنه این بشر. با سرعت عدل باید صحبت کنید و تایمر میذارید برای خودتون چالش میذارید که مثلا آقا من اینو زیر 30 ثانیه بگم زیر 1 دقیقه بگم. این از این قضیه. ویدیوهای دوره‌ای از مبتدی تا استاد من توی همین کانال بارگذاری میشه. شما میتونید با سابسکرایب کردن چنل من بدون اینکه بخواید هزینه پرداخت کنید فقط هم هزینه اینترنتتون هستش دسترسی داشته باشید به این دوره. این زنگوله رو هم بزنید وقتی من ویدیو آپلود میکنم براتون بیاد. نکته بعدی که برای من خیلی مهمه اینه که شما فقط یادگیری کافی نیست. اینکه بلد شدم درس منو کافی نیست. شما باید این رو انقدر تکرار کنید بره سطح ناخودآگاهتون. مثل رانندگی دنده عوض کردن که شاید اصلا فکر نکنید دنده عوض کنید. میخوام به این سطح برسید و این سطح چیزی نیستش که فقط بتونید با یاد گرفتن بهش برسید. این رو باید تکرار 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 عادت 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 شادو زدن